این روزا احتمالا خیلی از شما سریال وحشی رو تو شبکه نمایش خانگی دیده باشید. تا الان حدوداً 2 قسمتش پخش شده و به نظر میرسه که سریال خوبی هم باشه. اما چیزی که درباره این سریال خیلی جالبه، نه بازی خوب جواد عزتیه، نه کارگردانی جالب هومن سیدی. در واقع چیزی که درباره این سریال خیلی توجه همه رو جلب کرده اینه که موضوع و داستان اصلی سریال یه داستان واقعیه. داستان فرار علی اشرف پروانه و 2 نفر دیگه از زندان رجایی شهر، یکی از امنیتی ترین زندانهای ایران. حالا اگه براتون جالبه تا درباره 2 بار فرار موفق علی اشرف از زندان رجایی شهر بیشتر بدونید، ادامه ویدیو رو حتما تماشا کنید. قبل از اینکه بریم به سراغ اصل داستان، باید اشاره کنم که لایک و سابسکرایب لطفاً فراموش نشه. همینطور نظراتتون رو کامنت کنید که خیلی خیلی به رشد کانال کمک میکنه. علی کرده یا علی اشرف پروانه، در واقع اسم اصلیش علی اشرف پروانه است ولی به اسم علی کرده میشناسنش چون که اصالتا کرد بوده. ساکن یکی از توابع کرمانشاه بوده گفتن، منتها ماجرای اصلی زندگیش تو اطراف سقز اتفاق میفته. این آدم توی یه خانواده فقیر به دنیا آمده بوده و از همون اوایل نوجوانی کارگری میکرده و به طبع اینکه مجبور بوده که کارگری کنه، یعنی گزینه دیگه ای در چی بهش میگن سر راهش نبوده و بیشتر هم بنایی میکرده و مثلا که بنای موفقی هم بوده، یعنی مثلا کارش خوب بوده، درآمد و اینهاش خیلی بد نبوده. منتها مسئله اینه که زندگی بعضی وقتا واقعا بازی عجیبی برای آدم داره. این آدم که خیلی هم آدم سربزیر و معمولی بوده، داشته بناییشو میکرده، توی شهر کوچیک زندگی میکرده و کمک خرج خانوادهش بوده. اوایل دهه 70 توی یکی از روستاهای اطراف سقز، وقتی که داشته با ماشین برمیگشته از سر کار، 2 دانش آموز رو میبینه. حالا ما نمیدونیم دانش آموز خودش براش دست بلند کردن یا اینکه این خودش سوارشون کرده، ولی به هر حال این 2 دانش آموز سوار ماشین این میشن و توی راه باز هم طبق عادت پرونده های ایرانی چند تا روایت هستش از هر اتفاقی که توش افتاده. یا به خاطر سرعت بالایی که داشته بچه ها میترسن، خیال میکنن این دزدیدتشون و خودشون از ماشین پرت میکنن پایین، یا اینکه اصلا قضیه سوار کردن بچه ها نبوده بلکه این با بچه ها تصادف کرده بوده. بنابراین ما خیلی دقیق و مطمئن نمیدونیم که کدوم یکی از این اتفاقا و روایت ها درسته، ولی تو اصل ماجرا هیچ تغییری تقریبا ایجاد نمیشه. یعنی تهش اتفاقی که افتاده اینه که یکی از این 2 بچه همونجا جون خودشو از دست میده و دومی توی بیمارستان میمیره و به خاطر همین قضیه علی اشرف به زندان میفته و دیه خیلی سنگینی براش میبرن، ولی خانواده بچه ها رضایت میدن که برای تأمین این دیه این بیاد بیرون و کار کنه و به شکل خورد خورد این دیه رو به اینها برگردونه. یه مقداریش رو دادن و مابقیش رو اینجوری مثل حالت قسط بندی براش میکنن. ولی خب این زندان رفتن و این فشاری که از نظر مالی روی این آدم اومده بوده، ما نمیدونیم واقعا، یعنی نمیشه خیلی قضاوت کرد که آدما وقتی توی همچین شرایطی قرار میگیرن چه تصمیماتی میگیرن، تا کجا وجدان و منطقشون جلوی اینکه دست به هر کاری بزنن تا از اون وضعیت خارج بشن رو میگیره. ما اینو نمیتونیم واقعا قضاوت کنیم، ولی به هر حال علی اشرف برای اینکه کار بهتر بتونه پیدا کنه، بیشتر پول در بیاره، میاد تهران. چرا گفتم میاد؟ مگه من تهرانم. میره تهران و اونجا شروع میکنه به کارگری کردن که بتونه خورد خورد پول دیش رو بده. هر چقدرم که کار میکرده انگار تهش راه به جایی نمیبرده، چون خب مبلغ دیه 2 بچه کجا، حقوقی که یه کارگر میخواد بگیره کجا. تو شبایی که اینا تو ساختمونای مثلا ساختمونای نیمه کاره که داشتن مثلا روش کار میکردن، شبا اونجا میموندن،
با کارگرای دیگه همینطور حرف میزدن و درد دل میکردن و اینها. و اینا که قصه زندگی اینو میفهمن خیلی بیشتر میدونید باش مثلا همدلی میکنن که این چقدر مشکلاتش زیادتر از اونهاست. خودش از یه خانواده فقیر میاد ولی حالا مثلا یه همچین دیگه سنگینی هم براش بریده شده و چجوری میخواد مثلا نجات پیدا کنه. این میشه که معلوم نیست اولین بار پیشنهاد از طرف کی داده شده، ولی به هر حال حاصل شب نشینی های این کارگرها با هم دیگه این میشه که تصمیم میگیرن که دست به سرقت بزنن، برن دزدی. حالا کجاها دزدی میکردن؟ اینا بیشتر ساکن شرق تهران بودن، یعنی بیشتر سمت تهران پارسینا بوده خونشون و محل زندگیشون و همون اطراف هم بیشتر دزدی میکردن. اوایل دزدی ها خب با خشونت کمتری بوده، جاهایی بوده که راحت تر میتونستن مثلا بیان و برن و اینها، ولی یواش یواش طبق چیزی که ما میدونیم از هر کسی که دست به هر نوع جرم و جنایتی میزنه که یواش یواش میل به بیشتر کردن و بیشتر کردنش توش به وجود میاد، اینا هم آهسته آهسته میرن سمت سرقت مسلحانه. اوایل با حالا احتمالا سلاح سرد، قمه، چاقو، اینجور چیزا، ولی یواش یواش با اسلحه خریداری میکنن، یعنی با خلافکارهای دیگه ارتباط میگیرن و یه جور شبیه یه نیمچه باند طوری میشن. منتها خودش درباره این اتهام سرقت مسلحانه و اینا میگه که من در واقع دزدی رو مسلحانه انجام نمیدادم، ولی وقتی که منو گرفتن تو خونم یه سری اسلحه و اینها پیدا کردن، خونه‌ای که میموندم، و اینو به اون نسبت دادن، گفتم پس تو با این اسلحه ها رفتی دزدی کردی. ولی خب سوالی که برای هر آدم منطقی پیش میاد اینه که تو اگه برای دزدی اسلحه لازم نداشتی پس برای چی لازم داشتی؟ چرا باید تو خونه یه کارگر یا یه دزد معمولی به هر حال دزدی هم درجه بندی داره دیگه، چرا باید تو خونه یه دزد معمولی اسلحه باشه؟ و چرا وقتی که اسلحه داری نباید ازش استفاده کنی؟ چی مگه جلوی آدمو میگیره؟ وجدان شاید. این اتفاقات تو چه سالی داره میفته؟ تقریبا از اواسط 70 به بعد، یعنی مثلا 75 به بعد، اواخر 70، اون موقع ها بوده که اینا دزدی میکردن. خیلی هم دزدیاشون موفق بوده و گیر نمیافتادن تا سال 81. سال 81 که میشه سر همین ماجرای دزدیا اینا گیر میافتن، زندانی میشن و براشون حبس میبرن. چقدر؟ علی اشرف اون موقع 13 سال حبس میگیره، ولی خب از قبل هم یه دیه‌ای داشته و اگه قرار بود توی زندان بمونه این دیه رو باید خانواده‌اش تامین میکردن و میدادن و همه اینها باعث میشه که به این فکر کنه که خب من باید حتما از این زندان بیام بیرون. اون موقع این در واقع میشه فرار اولش از زندان. چجوری از زندان فرار میکنه؟ اینجوری که میاد با پلیسا همکاری میکنه، به ظاهر میگه که من خب بالاخره سرقت مسلحانه انجام میدادم، خیلی از آدما رو میشناسم، از کسایی که اسلحه میفروشن، از کسایی که مال دزدی میخرن و خیلی از همدستامو هم مثلا لو نداده بودم تو بازجویی اولیه ولی الان حاضرم لو بدم، مثلا شما یه کمی حبس من رو کم کنید. اینا میگن که خب این مدل معامله ها همه جای دنیا مرسومه دیگه، قبول میکنن و یه نقشه میکشن. قرار میشه که این علی اشرف با همدستاش و یه سری از اون مالخرا و کسایی که قاچاق اسلحه و اینها میکردن و اینا قرار بذاره و پلیس به موقع برسه سر قرار و اینا رو بگیره. منتها چه اتفاقی افتاده بوده و پلیس ازش بیخبر بوده؟ چند روز قبل از این که این بیاد یه همچین نقشه بکشه و اینها بخواد عنوانش کنه با مسئولای زندان، یکی از آشناهاش از زندان آزاد میشه، یکی از رفقاش، و از طریق این از قبل اینا نقشه رو کشیده بودن، این که آزاد میشه از طریق این خبر رو به گوش همدستا و دوستاش و رفقاش میرسونه که من یه همچین برنامه‌ای دارم. روز عملیات که میرسه پلیس به شکل نامحسوس اینو میبره میدان هروی و اونجا منتظر بودن، اینو زیر نظر گرفته بودن که خب بالاخره اون قرار ملاقاتی که گفته بوده اتفاق بیفته و اینا به موقع برسن و همه رو دستگیر کنن. اما اتفاقی که میفته چی بوده؟ این بوده که دوست و رفقای آقای علی اشرف به پلیس حمله میکنن و پلیس رو خلع سلاح میکنن و حتی همه اسلحه هاشون هم بر میدارن و علی اشرف هم فراری میدن و از اونجا میزنن به چاک.
این میشه ماجرای اولین فرار علی اشرف از زندان. منتها این فرار خیلی طول نمیکشه. فرارش تو سال 81 اتفاق افتاده بوده. توی این مدت هم با هویت جعلی و تغییر چهره و اینها خودش از دست پلیس قایم کرده بوده. ولی سال 82 که میرسه، اوایل سال 82، این یه روزی داشته سمت میدون رسالت سوار پرایدی بوده، داشته حالا گشت میزده، به هر دلیلی ما نمیدونیم، ولی بعیده که قصد مثلا یه عملیاتی چیزی داشته بوده باشه. پلیسی که اونجا بوده به این مشکوک میشه. حالا جدا از این که اینا همشون تصاویر اینو دارن و اینا، شاید هم کسی رو اونجا مثلا زیر نظر گرفته بوده یا مغازه‌ای جایی رو زیر نظر گرفته بوده. به هر حال رفتارش یه طوری بوده که پلیس بهش مشکوک میشه و میاد سراغش، کمی به سوال میگیرتش، کمی ازش سوال میپرسه اینجا چی کار میکنی، چرا اینجا واسطادی، اسمت چیه، مدارک شناسایی تو بده و این حرفا. ولی با توضیحاتی که مثلا علی اشرف میده پلیس قانع نمیشه، شکش برطرف نمیشه، پیادهش میکنه و ماشینو میگرده. ماشینو که میگرده یک کلت اونجا پیدا میکنه و همینم باعث میشه که اینو ببرن به خاطر داشتن سلاح بدون مجوز، اینو میبرن پاسگاه. این که میرسه پاسگاه شروع میکنن ازش انگشت نگاری کردن و اینها و میبینن به به کیو گرفتیم، کاملا تصادفی بدون اینکه حواسمون باشه. آقای علی اشرفی که یه سال پیش اینجوری ما رو قال گذاشت و فرار کرد و خودشم یه همچین فراری، اون همه مثلا اسلحه پلیسا رو گرفتن، این بعد تو این مدت، تو این فاصله از 81 تا 82 هم دزدی میکردن. این نبوده که مثلا چیز کنن، کلی موبایل فروشی و اینجور جاها رو خودشون با اسلحه سنگین میرفتن دزدی میکردن. و خلاصه این میشه که علی اشرف دوباره پاش به دادگاه و زندان باز میشه. حالا این بار که رفته بوده دیگه جرمش میدونه چند برابر شده بوده. اول به خاطر سرقت مسلحانه، چون این حکمش اعدامه دیگه، چیزه، یه حکم چی داره در ملأ عام، نمیدونم، یه جرم اینجوری داره و صرفا هم شامل چیز نمیشه، فقط هم شامل سلاح گرم مثل اسلحه های تفنگ مفنگ، فقط شامل اسلحه گرم نمیشه. من میدونم که حتی اونایی که مثلا قمه میکشن و اینا، ایجاد رعب و وحشت و یه همچین چیزی داره، اسمی داره قانونش، حکم اینا همش اعدامه و برای اینم اعدام میبرن. و این انقدر آدمه مثلا چیزی میدونی مثلا حق به جانبی بوده، مثلا با قاضی پروندم درگیر بوده که مثلا تو به چه حقی به من حکم اعدام دادی، ولی نمیدونیم چرا، نمیدونیم که آیا همکاری کرده با پلیس یا چی، ولی به هر حال این حکم اعدامش تبدیل میشه به 30 سال حبس. و خب برای کسی که نتونسته یه حبس 13 ساله رو تحمل کنه، 30 سال حبس که دیگه معلومه که نمیتونه تحمل بکنه و اینو میفرستن زندان رجایی شهر. حالا تو زندان رجایی شهر چه خبر بوده؟ وقتی که این آقا میرسه اونجا، از قبل 2 نفر توی اون زندانی بودن و همو خیلی خوب میشناختن. کیا؟ آقای صدیق کریمی و اردشیر احمدی یا کشاورزفر. حالا چرا این دوتا فامیلیش چیز میکنه؟ این به خاطر اینه که مصاحبه‌ای که این آقای صدیق کریمی داشته که آخر این اپیزود، اون ویدیوها و کانال هایی که با این مصاحبه کردن و منابع دیگه من بودن، اونا رو معرفی میکنم حتما. من اینجا ولی دارم به شکل جمع‌بندی شده تحویلتون میدم، چون ویدیوها طولانیه و حالا یکم جلوتر دربارش صحبت میکنیم. این آقای صدیق کریمی که صدیق صداش کنیم، این آقای صدیق متولد سال 52 بوده و خودش میگه که میدونید من امکان راستی آزمایی برای حرفاش ندارم و این رو توی تمام چیز در نظر بگیرید که هر چیزی که دارم تعریف میکنم از زبون اینها گفته شده و ما نمیشه ردش کرد. امکان این که ردش کنیم نداریم، امکان این که 100% تاییدش کنیم نداریم. بنابراین به چشم یه روایت فقط بهش نگاه کنید، یعنی طوری نیستش که آدم هم بتونه 100% اعتماد کنه، هم یا این که بتونه
ایراد آنچنانی بگیره، چون مثلا روایت یک نفر دیگه نیست که من بیام با اون مقایسه کنم بگم آها این حرف این در مقابل این حرف این قرار میگیره و جور در نمیاد. خیلی همچین چیزی دستمون نیستش. کل چیزی که داریم 2 تا روایت، یه روایت رسمی از فرار اینها که خیلی جزئیه، خیلی خیلی مختصر و جزئیه، 1000 تا سوال بی پاسخ میذاره، و یکی هم مصاحبه‌ای که تازگی خود این آقای صدیق کریمی انجام داده که اونم سوالای خیلی زیادی برای آدم به وجود میاره. طبق چیزی که خودش گفته این آقا ارتشی بوده و همراه با یه نظامی دیگه احتمالا، یعنی من اینجور برداشت کردم که سر یه سری ماجراهای سیاسی اینا اخراج شده بودن و به دلایلی وارد درگیری با نیروی انتظامی شهریار میشن. حالا دلیلاش واقعا چی بوده نمیدونیم، خیلی نمیشه واقعا چیز کرد، میگم چون روایت ها یک طرفه است نمیشه واقعا خیلی بهش پرداخت، خیلی هم مرتبط با موضوع اصلی ما نیستش، یعنی حاشیه است. به هر حال این آدم به جرم گروگانگیری، یعنی تو اون درگیری که داشته، خودش میگه من 3 تا گروگان داشتم، به جرم گروگانگیری و درگیری با نیروی انتظامی و این حرفا این دستگیر میشه، تیر میخوره تو اون درگیری، دستگیر میشه و حکم اعدام بهش میدن، هم خودش هم دستش. منتها اینا رو از هم جدا میکنن، اون یکی رو میفرستن زندان قزلحصار و اینو میفرستن رجایی شهر، بند 4 اگه اشتباه نکنم. آره اندرزگاه 4. خودش میگه که اندرزگاه 4 دیگه آخر خط محسوب میشده، میگه که امنیتی ترین بخش زندان رجایی شهر که خودش یه زندان امنیتیه، امنیتی ترین جاش همین اندرزگاه 4 و به خاطر همینم نظارت روشون خیلی بیشتره، تعداد دوربینایی که توی اون بند بوده خیلی بیشتر بوده و خیلی حالت جدا شده از باقی زندانیا داشتن. یه مقدار به سایر زندانیا شاید آزادی عمل میدادن ولی به اینا دیگه اصلا. و نفر دومم که گفتم اردشیر نامی بوده، این آقای اردشیر مثل این که به جرم قتل زندان بوده و خب این هم به جرم قتل حکم اعدام داشته. اینا هر دوشون اعدامی بودن، هر دوشون توی بند بودن و خب به مرور با هم دیگه آشنا شده بودن. وقتی که علی اشرف وارد زندان میشه، این صدیق کریمی 2 سال بوده که تقریبا 2 سال بوده که زندانی بوده و طبق گفته های خود این آقای صدیق اینا بند 4شون تو طبقه های بالای زندان بوده و از قبل این آدم نقشه فرار داشته. حالا ما یه روایتی داریم که توش عامل اصلی فرار این 3 نفر علی کرده بوده یا همون علی اشرف بوده، ولی یه روایت دیگه این ور داریم که در اصل میگه مغز متفکرش خود این آقای صدیق بوده و چون روایتی که ایشون تعریف کرده خیلی جزئیاتش بیشتره ما همینو میچسبیم، چون اون یکی هیچ مورد اضافه نداره و خیلی هم باگ داره و احتمالاً کلیت قصه، واقعیت ماجرا بیشتر به روایت این آقای صدیق نزدیک تره. این میگه که من اون موقع که زندان بودم، همین که اومدم به فکر فرار بودم، یعنی اصلا وقتی که حکم اعدامو دادن که گفتم من دیگه باید فرار کنم، چون چه فرقی میکنه یا به خاطر فرار از زندان بمیرم یا اینکه حالا که گرفتنم مثلا اعدامم کنم بمیرم دیگه، پس من هر جوری هست باید فرار کنم. و چیزی که من از مصاحبهش فهمیدم ولی خودش خیلی واضح نمیگه، حالا هم به دلایل امنیتی که نمیخواد اون کسایی که کمکش کردن اگه داخل ایرانن مثلا به خطر بیفتن، هم شاید دلایل دیگه خودش رو داره، ولی چیزی که من فهمیدم اینه که کمک خارجی خیلی زیاد داشته، یعنی خارجی نه بیرون از زندان، از بیرون زندان خیلی بهش کمک می شده. حالا این کمک ها از طرف کی بوده، چطور بهش کمک می کردن و اینا رو خیلی واضح نمیگه، ولی به هر حال این داخل زندان که میرسه به رجایی شهر که میبرنش تصمیم میگیره که خب فرار کنه. خودش میگه نقشه‌های اولم این بودش که مثلا راه پشت بوم بررسی میکردم، از اونجا برم کجا، مثلا از اونجا به کجا راه داره، من چجوری فرار کنم. میگه هر دری رو میدیدیم، هر ورودی رو میدیدم، من نمیدونم از پنجره برم تو حیاط، از حیاط بخوام از رو دیوار برم که شدنی نیست، چون دیوارایی که توی زندان رجایی شهر هست 2 لایه دیواره و خیلی هم ارتفاع بلندی داره، بالاتر از اون هم لایه داخلی ترش سیمای برق هست و لایه دوم که خیلی بلنده، کلی هم برجک نگهبانی هستش، نگهبانی 24 ساعته و حتی کندن دیوار هم اصلا منطقی نیست، چون که دیوار داخلی تا 5 متر زیر زمین بوده و خب این خیلی
اصلا نشدنیه دیگه، چجوری میخوای 5 متر رو تونل بزنی؟ و خودشم تو دید همه یعنی زیر نظر دوربین و اینها. ولی این همه اینا رو خودش میگه که من امتحان کردم، میگه از پنجره به بیرون رفتم تا ببینم اون محوطه بیرونی که جاییه که مثلا اینا راه ندارن و نمیرن، اونجا چی، اونجا جایی داره؟ اینا دیدم نه بابا، اینقدر دوربین هست و نظارت هست، اصلا غیر ممکنه من تکون بخورم. اینا فهمیدن. بعد خیلی راههای زیادی رو میگه حتی میخواسته که تونل بزنه، بعد زیر ماشینا قایم بشه، مثلا کسایی که میان و میرن مسئولای زندان اونجوری بره. و خب چیزی هم که مثلا بهش گفته بودن این بوده که خب ممکنه اونجا درگیری پیش بیاد دیگه، یعنی باید پیه اینم به تنت بمالی که اینا چک میکنن زیر ماشینو، پس تو خیلی احتمالش زیاد هستش که لو بری. حالا 1% لو نری نجات پیدا میکنی، ولی ممکن لو بری. خلاصه خیلی نقشه‌های زیادی داشته و آخر سر به این نتیجه میرسه که اوکی، من باید حتما اولا از سلول خودم تونل بزنم. دوما این که بخوام تونل بزنم از کجا بزنم و چی کار کنم نیاز به نقشه دارم. این دوتا نکته. پس چی کار میکنه؟ خودش میگه که من میومدم سلولای طبقات پایین تر رو میخریدم و جامو با نفرات عوض میکردم، پول میدادم، میرفتم سالن‌های پایین. یعنی دیگه تو اون بند 4 نبوده، چون میگه من مطمئن بودم که غیر ممکنه من از بند 4 بتونم فرار کنم، اینقدر نظارت زیاد بوده. میگه اصلا گیرم که مثلا یه نفر رو پیدا میکردی نفوذی، مثلا بهش پول میدادی یا هر چی، تهدید میکردی یا هر چی، ولی خب دائمی نبودن این نگهبانا، مرتب عوض میشدن. اصلا راه نداشته که از اون بند من راهی برای فرار داشته باشم. پس میاد اینجوری خودشو به بندای پایین تر میرسونه، با پول دادن به حالا مسئولای بند و زندانیای دیگه و اینها جاشو عوض میکرده و اتاق میخریده. خودش میگه من 4-5 تا اتاق خریده بودم. حالا این اتاق خریدن ها خودش خیلی واضح نمیگه، شاید آدما رو با دوست و رفیقای خودش جابجا میکرده و شایدم یه جور حق استفاده از اتاق رو میگرفته، یعنی تو ساعتهای خاصی که میخواسته میتونسته بره از اون اتاق استفاده کنه. خیلی میگم واضح نیست، ولی چیزی که ما میدونیم اینه که به طبقه همکف که میرسه تو اون طبقه پول داده بوده، 4-5 تا اتاق خریده بوده. این اتاقا اینجوریه که مثلا طبق لیستی که مامورای زندان دارن، این آقای صدیق مثلا حالا خب اومده طبقات پایین، اوکی اعدامیه دیگه، بالاخره قرار اعدام شه. حالا که اومده طبقات پایین، این تو اتاق مثلا 6، ولی میگه من رو کاغذ اتاق 6 بودم، در عمل مثلا اتاق 3 بودم. اینجوری اینه که خیلی مثلا نمیشده دیگه روش نظارت کرد، میتونسته جیم بزنه دیگه، یه همچین حالتی. و شاید الان براتون سوال بشه که یه زندانی این همه پول از کجا می آورده که اتاق می خریده و خرج می کرده تو زندان. چیزی که خودش میگه اینه که میگه من میرفتم از پولدارای زندان پول قرض می کردم، مثلا 500 تومن پول قرض می کردم، بعد اینو میدادم به این زندانیایی که کار صنایع دستی میکردن، این صنایع دستی رو بیرون زندان میفروختم و بیزینس داشتم دیگه، کسب درآمد میکردم. که و یه راه دیگه هم میگه که من موبایل و اینها زیاد داشتم و اینا رو اجاره میدادم، موبایل اجاره میدادم و از این طریق. خب چیزی که من میدونم اینه که اجاره دادن موبایل آره درآمدش میتونه واقعا زیاد باشه توی زندان، چون که هر چیزی که بیرون زندان هر قیمتی داره تو زندان چندین برابر قیمتش، اینو باید در نظر گرفتیم، واقعیته. ولی صنایع دستی واقعا، بعد اینم در نظر بگیرید که این اینجوری نبوده که بیاد پایین و کل اون مدت تا زمانی که بخواد فرار کنه تو اون اتاقای همکف بمونه. این به همکف که میرسه، یعنی تازه فقط تونسته بود اتاقشو عوض کنه، مثلا خودش میگه که یه درگیری پیش میومد، منو مینداختن انفرادی، میرفتم انفرادی، از انفرادی میومدم بیرون، میبردنم همون مثلا بند 4. حالا دوباره باید کل اون پروسه رو طی کنم دوباره، یا اینکه میومدم میفهمیدم من جامو عوض کردم، چک میکردم، بازرسی میکردم، دوباره منو برمیگردونن سر جام، دوباره من باید پول میدادم میمدم پایین. یعنی هزینه خیلی زیادی کرده بوده واقعا. و بذارید باور نکنیم خیلی که با فروش صنایع دستی میشه از اینجور کارا کرد. من اینو میذارم به حساب اینکه کمک داشته از بیرون زندان یا شایدم داخل زندان، منظور همون زندانی های پولداری که خودش میگه، شاید کسایی بودن هم فکر و هم عقیدش بودن و منابع مالی زیادی داشتن و حالا جرمشون سبکتر از این بوده، نیازی نداشتن خودشون این کارو کنن، به این پول دادن که این بتونه فرار کنه. نمیدونیم ما.
ولی به هر حال هر طوری که بوده این سعی میکرده تو بیشتر مواقع، بیشتر ماه‌های سال خودش رو تو طبقه همکف نگه داره. بعد حالا نقشه زندان رو هم به دست آورده بوده. موقعی که نقشه به دستش رسیده بوده موقعی بوده که علی اشرف هم وارد زندان شده بوده و گفتیم که علی اشرف حکمش 30 سال حبس بود دیگه، پس بند 4 بند اعدامیا و جرایم خشن آنچنانی و اینها سیاسی و اینها نرفته بوده احتمالاً. و این دورادور با اینا آشنا میشه و خودش میگه که مثلا من دنبال یه آدمی میگشتم که با جربوزه باشه و همه کاری ازش بر بیاد و مورد اعتماد باشه و به اندازه من مثلا دلش بخواد که فرار کنه. این میشه که تو مصاحبه دومش گفته ما تهش 18 تا 20 نفر بودیم که میخواستیم فرار کنیم. اینو در نظر بگیرید. اما یه جای دیگه ما میبینیم که کل این پروسه، یعنی کل ماجرا که تعریف میکنه اسمی از اونا نمیاره. یعنی تهش آدم حس میکنه که شاید یه عده میدونستن که اینا میخوان فرار کنن و شاید اینا بهشون پول میدادن که مثلا لو ندن، حواسشون باشه، مراقبت کنن و اینها، اما تهش این 3 نفرن که فرار میکنن و حالا اون 18 تا 20 نفر یا قال گذاشته شدن یا چیزی که خودش میگه اینه که نیومدن به دلایل مختلفی. من نمیدونم. به هر حال ما خیلی توی قصه نقش اون آدم‌های اضافی رو نمیدونیم و نداریم. چیزی که میدونیم اینه که کل این ماجرا، چیزی که خودش تعریف میکنه، کل این ماجرا 3 نفری انجام دادن. یعنی اون خب اگه 18 نفر بودن این هم دردسر احتمالاً نداشتن، شاید خیلی زودتر چیز میکردن. من حدسم اینه که نفرات دیگه صرفاً حکم به پا داشتن، صرفاً شاید از ماجرا با خبر شدن و اینا یه پولی گرفتن که لو ندن و اینا مثلا بهشون وعده دادن که آره ما با خودمون میبریمتون اگه چیزی نگید و اونام چیزی نگفتن، درنشون رو بسته نگه داشتن و تهش سرشون کلا رفته. نمیدونیم واقعا کدوم یکیش دقیقا درست بوده. به هر حال گفتم اون موقعی که این قضیه نقشه پیدا کردن نقشه و ایده کندن تونل و اینها به ذهن صدیق رسیده بوده، علی اشرف هم تو زندان بوده و اینا با هم آشنا شده بودن. این میشه که این تیم 3 نفره یواش یواش شکل میگیره. این اردشیر هم که اعدامی بوده اینم پول میده، اونم میاره پیش خودش و علی اشرف هم که همونجا بوده میشن 3 نفر. حالا این 3 تا برنامه‌شون این بوده که نقشه‌ای که پیدا کرده بودن مثلا به این فکر میکردن که خیال میکردن ما یه تونل بزنیم، یعنی ایده اصلیشون این بوده ما یه تونل میزنیم میریم سمت تاسیسات، از اتاق تاسیسات دیگه، اتاقی که موتورخونه و اینجور چیزا هستش، میریم تو اتاق تاسیسات، بعد از اونجا فکر کنیم حالا چجوری فرار کنیم. یعنی ایده اصلیشون یه همچین چیزی بوده تقریبا. ولی یواش یواش که نقشه رو بررسی میکنن و از حرفای صدیق من احساس کردم که مشورت و اینها هم میگرفتن، چون خودتون حالا ویدیو رو بهتون معرفی میکنم، زمینجو بگم دیگه برای چه چیز میکنم. ویدیو آیدین زواری مصاحبه کرده باش چند ماه پیش و ویدیوی دومش یه جور جزئیات بیشتری داره ولی کل ماجرا رو تو ویدیوی اول تعریف میکنه. یعنی بخش اول رو ببینید تقریبا کفایت میکنه. درسته طولانیه ولی خب میگم با این دید ببینید که این فقط یه روایته، نمیشه ردش کرد، نمیشه هم تاییدش کرد. واقعا نمیشه گفت واقعا حتما این اتفاقا اینجوری افتاده. اینکه اینا فرار کردن که خب فرار کردن، ولی آیا واقعا اینجوری فرار کردن یا روششون چیز دیگه‌ای بوده که نمیخواد بگه، اونو ما نمیدونیم. به هر حال اینا بر اساس اون نقشه‌ای که داشتن میفهمن که یکی از اتاقایی که خریده بودن، یعنی بعد از اینکه میفهمن اتاق رو میخرن، پشت یکی از دیواراش، کنج دیوار پشت یکی از دیوارا لوله های فاضلاب و لوله آب و اینجور چیزا رفته و خب جایی که این لوله ها رفته یه دونه انگار محفظه خالی اینجوری درست شده بوده دیگه که لوله ها از اونجا چیز کنه که اگه مثلا خراب شد تعمیر کردنش راحت باشه دیگه. یه فضایی میگه، خودش میگه برای رد شدن 2 نفر همزمان حتی کافی بود، اینقدر بزرگ بوده. میگه حالا چیز جالبی که میگه اینه که میگه که خب ما اگه میومدیم مثلا همینجوری میکندیم، اولین نفری که میومد بازرسی میکرد میفهمید اینجا خاک ریخته، اینجا کنده شده، لو میرفتیم. پس به ذهنشون میرسه که چیکار کنن. میگن که ما باید این سطح رویی این اون محفظه‌ایه که اون لوله ها رد شده، خب این سطح بیرونیش که اینجا میشه داخل زندان، این دیوار داخلی سلوله، اینجا رو با کاشی پوشونده بودن.
اینا به ذهنشون میرسه که اگه ما این کاشی‌ها رو خراب بکنیم یه روزه، ولی یه دونه عینش رو درست بکنیم که اون وصل نباشه، اونو انگار تقلبی اینجوری بذاریم روش، هر وقت که لازم داشتیم بر میداریم، اینجا باز میشه، هر وقتم که مثلا کار نمی کردیم اینو میبندیم، هیچکی نفهمه که مثلا ما اینجا چی کار کردیم. یه همچین در مانندی مثلا درست کنیم. بعد برای درست کردن این کاشی و اینها لازم داشتن، یه کاشی سیمان ملات، رسما یه بنایی کامل بوده. و از اون طرف این کاشی ها رو چجوری میخواستن خورد کنن؟ کاشی ها زخیم بوده، پشتش کلی سیمانکاری شده بوده. خودش میگه، اینجا تعریف میکنه، ویدیوشو برید نگاه کنید، میگه مثلا بهم گفتن، یا اینکه نمیدونم مثلا انگار ایده میگرفته از دیگران، ولی خیلی واضح نمیگه اینا رو. به هر حال به ذهنشون میرسه، ما فرض میکنیم به ذهن خودش رسیده که برن کاشیای دستشویی رو بشکنن و وقتی که این نیروها میان که مثلا از بیرون بنا و اینها میارن که اینا رو درست کنن، اینا از قبل از بیرون به اونها یه پولی بدن که اینا مصالح اضافه بیارن، این اضافه رو اینا کش برن، بعد کارشون رو انجام بدن. دقیقاً هم همین اتفاق میفته. بعد تازه روزی هم که اومده بودن اونا رو درست بکنن، یعنی اون کاشای دستشویی رو که اینا خراب کرده بودن و بیان درست کنن، دریل و اینا داشتن با خودشون دیگه، اینا هم برای سوراخ کردن اون کاشی دریل لازم داشتن. پس میان اون دریلر هم کش میرن، یعنی کش میرن احتمالا با اون طرفی که اون کارو میکرده هم دست شاید بودن، هم دستم که نه اینکه طرف بدونه داره چی کار میکنه. خودش یه جا میگه که من گفتم که مثلا ما میخوام یه دونه چیزو پیچ کنیم تو دیوار، یه دقیقه بده بیاریم. طرفم داده دیگه، گفته باشه ببر. بعد اینا میارن، وقت کمی داشتن، خیلی هم نمیتونستن سوراخ کاری کنن، فقط چند تا سوراخ بزرگ توی اون محوطه‌ای که میخواستن ایجاد میکنن که بعداً بتونن اینا رو مثلا خودشون بازش کنن. دریل رو پس میدن، بعد کاشیا و مصالحی که داشتن رو میگیرن، شروع میکنن. میگه با قاشق و مته. میگه مته هم داشتیم، نه دستگاهشو ها، این نوک مته ها، سر مته ها، اونا رو هم داشتیم، از قبل آماده کرده بودیم با چاقو و چنگال و کارد و اینجور چیزا. اون تعداد کاشی که لازم بود رو در آوردیم، اون محفظه رو باز کردیم. از قبل این طرف میگه این کاشی ها رو به هم دیگه متصل کرده بودیم، یه قالب اینجوری درست کرده بودیم، پشتش هم یکم سیمان ریختیم زخیم بشه که اگه مأموری رد شد با دست زد که مطمئن بشه مثلا اینجا باز هست یا نیست، از صداش نفهمه که تو خالیه. بعد میگه که ما این محفظه رو آماده کردیم، حالا به مرور میرفتیم اونجا رو سوراخ میکردیم، خالی میکردیم چیز پشتشو و راه رو به اون تونل لوله ها باز کردیم. بعد میگه این اتاقی که خریده بودن و این لوله ها از کنارش رد میشده بالا سر موتورخونه بوده، یعنی اینا راهشون رو که به اون مسیر باز میکردن، مسیر رو که میان لوله ها رو میگیرن میان پایین میرسن به یه دیوار. میگه حدس میزدیم که دیوار پشتش موتورخونه باشه، ولی خیلی جاها رو شانس پیش میرفتیم چون مطمئن نبودیم که پشتش چه خبره. خلاصه بعد از کلی هم طول میکشه، مثلا فکر کنید چند ماه طول میکشه، این دیوار رو سوراخ میکنن و یه سوراخ خیلی باریکی هم باز میکنن برای خودشون، نمیتونستن که خیلی دیگه فضای بزرگی رو چیز کنن. بعد این میشه که یواش یواش تصمیم میگیرن همشون به شدت وزن کم کنن و خودش میگه که من مثلا میگفتم که آره من روزه میگیرم، میخوام گناهام بخشیده بشه، اینجوری غذا نمیخوردم، کسی هم به هم مشکوک نمیشد که آره مثلا این چون سیاسیه اعتصاب غذایی نکرده. اینه که روزه میگرفتم و غذا نمیخوردم، پیاده روی میکردم، کار میکردیم و اینها، و خیلی وزن کم میکنه. نه فقط این، همشون. منتها خودش میگه که من از اون یکی‌ها وزنم بیشتر بود و احتمال اینکه مثلا مجبور شیم به خاطر من کلی وقت تلف کنیم که سوراخ رو بزرگتر بگیریم، خب نمیشد دیگه، به خاطر من بیشتر از اون وزن کم کردم، اونم توی بازه زمانی خیلی کوتاه، مثلا 3-4 ماهه این وزن رو کم میکنه. خلاصه اینا به هر حال راه خودشون رو به سقف بالای موتورخونه باز میکنن، اون دیوارو که سوراخ میکنن میرسن به سقف موتورخونه. حالا که رسیدن میگه ما اولین چیزی که بهش فکر کردیم این بودش که خب اگه ما الان اینجا یه سوراخ ایجاد کنیم، جدا از اینکه حالا مصالح و اینها میریزه پایین، ولی بعدا خب اولین نفری که بیاد میفهمه دیگه، همونو میگیره میاد و ما لو میریم قشنگ.
چیکار باید بکنیم؟ بعد میگه به ذهنمون رسید که میگه از این یخچالا داشتیم، این یخچالا هستش مثل فیبر سفید رنگه و در چیز داره، مثل فوم میمونه، یخچال نیستن در واقع، از این صندوقای درداره. حالا قدیما خیلی بیشتر بود، تو چیزای بین راهی و اینا آدم زیاد میبینه از اونا، حالت فومای ضخیمه دیگه. میگه از اونا داشتیم. بعد یکی از بچه‌ها رو فرستادیم بالا بره اونو بیاره، درشو به اندازه‌ای که میخوایم برش زدیم، یه طرفشو سیمان و گچ و اینها گرفتیم دقیقا مشابه سقف موتورخونه. بعد وقتی که اونجا رو سوراخ کردیم دیگه اونو به عنوان در میذاشتیم و دیگه کسی خبردار نمیشد، یعنی توجه جلب نمیکرد که حالا چرا باید مثلا یکی بیاد سقف رو چک کنه ببینه که آیا این مثلا اگه ترکی هست این ترکه چیه و این حرفا. قشنگ پوشونده بودن اونجا رو دیگه. اینجوری به هر حال حالا راه خودشون رو به موتورخونه‌ام باز کردن. میگه ما که پامون به موتورخونه رسید، یعنی اینجوری نبوده که مثلا همش توی یه مدت اتفاق بیفته. میگه این وسط خیلی وقفه ایجاد میشد، دعوا میشد، جدامون میکردن، یکی میرفت انفرادی، اون یکی میرفت بهداری، یکی چی میشد، خیلی وقفه میافتاده بین کارشون و تو همین فاصله هم به مثلا گزینه‌های دیگه شون فکر میکردن که خب حالا مثلا رفتیم موتورخونه چیکار کنیم. میگه ایده اولمون این بودش که لوله فاضلابو که خیلی هم بزرگه اونو سوراخ کنیم، از اونجا راه به فاضلاب پیدا کنیم، بعد از اون طریق بتونیم فرار کنیم از راه فاضلاب زندان. ولی میگه یواش یواش یکم که بیشتر فکر کردیم دیدیم که اولا احتمال خفه شدنمون خیلی زیاده، دوما ما لوله فاضلاب خراب کنیم گند و کثافتش میریزه داخل مثلا موتورخونه و اینها و خب خیلی زود میان دنبالمون رو میفهمن، شاید اصلا قبل از اینکه ما بخوایم از زندان بریم بیرون لو رفته باشیم. اینه که این نقشه خیلی به نظرشون عملی نمیاد. یه مدت طول میکشه تا اینکه اینا یواش یواش نقشه هایی که مربوط به این، یعنی نقشه اولیه که داشتن بیشتر مربوط به تأسیسات بوده دیگه، نقشه هایی که مربوط به سالن های کلی زندان تو طبقات پایین بوده به دستشون میرسه و اینا میفهمن که اگه یه تونل هرچند خیلی طولانی ولی بزنن راه پیدا میکنن به سالن ملاقات. میگه ایده‌مون این بودش که ما به سالن ملاقات راه پیدا میکنیم، قاطی آدما میشیم، فرار میکنیم و شروع میکنم به کندن. کل این پروسه تا اینجا که انجام دادن تقریبا فکر کنید مثلا نزدیک 6 ماه اینا وقت گرفته. این پروسه کندن تأسیسات، یعنی شبا میرفتن، خودش میگه شبا بعد از اینکه سرکشی و اینها تموم شد، سرشماری ها تموم شد، خاموشی میدادن، ما میرفتیم تا مثلا 4-5 صبح مشغول کندن بودیم و ابزار و تجهیزات خاصی هم که نداشتن. یه گوشه رو توی اون سالن تأسیسات پیدا میکنن که هم نزدیکتره هم راه بهتری داره، اونجا رو سوراخ میکنن، روش و وسیله میذارن که معلوم نشه و شروع میکنن به کندن زیر سالن تأسیسات به سمت سالن ملاقات. چقدر؟ میگه 18 تا 22 متر، دقیق نمیدونه ولی میگه احتمالاً بیشتر از 20 متر ما مجبور شدیم که بکنیم. و حالا شاید برای شما این سوال پیش بیاد که خب این خاکا رو چیکار میکردن؟ نکنه مثل فیلم رستگاری در شاوشنگ میریختن تو جیبشون میبردن بیرون؟ من واقعا ایده اولیم این بود، یعنی قبل از اینکه این مصاحبه رو ببینم میگفتم که خب چیکار میکردن واقعا؟ تو پلاستیک میریختن میبردن بیرون؟ چیکار میکردن این همه خاکو؟ 20 متر تونل زدن واقعا شوخی نیستش. و خودش میگه که ما متوجه شدیم که اونجا از قبل مثل اینکه یه سری چاه آب تو سالن زندان بوده که یه دریچه خیلی کوچیکی به اندازه اینکه مثلا دست آدم رد بشه ازش روشو باز نگه داشته بودن، بقیه‌شو پوشونده بودن. مثل اینکه اینجا قبلا مثلا چاه آب بوده اون موقع که زندانو میساختن، الان دیگه خشک شده بوده، بنابراین یه چاه خالی هم در اختیارشون بوده، همونجا میکندن و میریختن خاک اونجا دیگه و احتمالاً توی همون کف سالن تأسیسات بوده این چاهی که میگه و درپوشی که داشته. خلاصه اینا نزدیک 1.5 سال زمان میبره تا این 20 متر تونل رو حفر کنن و راه رو به زیر سالن ملاقات باز کنن. خودش هم نه خود سالن ملاقات، راهرویی که کسایی که مثلا ملاقات کننده بودن از بیرون می اومدن از طریق اون می اومدن داخل یا از همونجا می رفتن بیرون، اون راه پیدا میکنن بهش، نه خود سالن. و یه گوشه از اون بنزه مثلا یه دونه از کاشیاشو باز میکنن
زیرش رو خالی میکنن، کاشی رو در میارن، ولی میگه بعدش دوباره کاشی رو گذاشتیم سر جاش، دورش رو الکی سیمان گرفتیم از پایین و زیرش رو بلوک و اینها گذاشتیم که این اگه کسی رد شد مثلا صدا نده، تکون نخوره، نلرزه، یا اینکه هیچکی متوجه نشه اینجا زیرش خالیه. زیرش رو محکم میکنن و برای رسیدن زمان مناسب ثبت میکنن. هنوز قصد نداشتن به این سرعت فرار کنن، هنوز میخواستن که شرایط آماده باشه از همه نظر. منتها به گوششون میرسه که، یعنی به این آقای صدیقه خبر میدن که اعدامت نزدیکه، قراره به زودی ببرنت انفرادی. بعد میگه که من با بهونه‌های پزشکی و مریض بودن و اینجور چیزا و خواهش و تمنا و هر روشی که میتونستم سعی کردم یک کمی برای خودمون زمان بخرم و این اعدام و انفرادی رفتن رو عقب بندازم. بعد میگه حالا موقع فرار که میرسه، ما اون شب فرداش میگه قرار بود که سالونی که ما توش بودیم تایم ملاقاتش بود. بعد میگه که ما اون موقع تصمیم گرفتیم که فرداش مثلا 8 صبح ملاقات کننده ها میان، ما 7 صبح باید زیر سالن رفت آمد کردن اونا باشیم و اینجوری از قبل لباسای زندانشون که تنشون بوده، از قبل از بیرون لباسای خیلی معمولی و عادی گرفته بودن، قایم کرده بودن، اینا رو میچپونن تو پلاستیک و اینها، خودشون رو میرسونن به زیر تونل. و اونجا حالا باز 2 مسئله هست توی پادکست رادیو دراما، کی دراما اونجا و همینطور توی رسانه ها و سرچ که میکنی نوشته اینا یه چند دست لباس پلاستیکی دوخته بودن سر تا پا که اینو تنشون کنن که لباسای اصلیشون کثیف نشه. چیزی که و حتی میگن که بعد از اینکه مثلا فرار کردن مامورون لباسا رو هم پیدا کردن پلاستیکا رو. اما یه چیز دیگه که خودش میگه ما اون فضایی که زیر سالن ملاقات داشتیم بزرگ بود، مثلا پرده کشیده بودیم و جا داشتیم لباس عوض کنیم و نمیدونم ما هیچ تصوری از میدونید ابعاد دقیق این که تونلی که زدن چقدر بوده و اینها نداریم، ولی از اونجایی که یه جای دیگه میگه که مثلا ما مجبور شدیم لاغر کنیم که از تو تونل رد شیم. خب اگه اینقدر امکانات داشتیم که با فرغون خاک می آوردیم بیرون، تونل به اون بزرگی میزدیم، پس دیگه برای چی لاغر میکردین؟ چرا تونل رو کوچیک میگرفتین؟ نمیدونم، حالا یا به یه فضای خالی خورده بودن اون زیر جا داشتن واقعا، یا اینکه به هر حال به هر طریقی اینا میتونن لباسای اصلیشون رو سالم و تمیز نگه دارن و لباسای زندانشون فقط کثیف میشه. موقع خروج ملاقات کننده ها که میرسه، اینا یکم قبلش از زیر اون کاشیه میان بیرون، دونه دونه سر روشون رو مرتب میکنن و یه جوری وانمود میکنن که انگار اینام همین الان قاطی جمعیت مثلا گروه اولی بودن که اومدن اینجا و سالنش یه طوری بوده که مشخصا دید نداشته دیگه، جایی بوده که اینا بعدش از اونجا میرفتن بیرون. حالا جالب اینجاست که اینا خب میان قاطی جمعیت میشن، اونجا کسی متوجه نمیشه، میان بیرون، خودشون میگن که یکی از سربازا به این علی اشرفی گیر میده، خیره خیره نگاش میکنه و هی اینجوری بوده که مثلا من اینو کجا دیدم و این حرفا. بعد میگه علی اشرف صداش کرد، گفت بیا اینجا نمیدونم فلان. بعد میگه این که اومد جلو، سربازا بهش گفتش که من شما رو قیافت خیلی برام آشناست، ندیدمت اینجا قبلا. و خب زندانی بودن اونجا چند وقت بوده دیگه. و این میگه که نه تو احتمالاً، من داداشم اینجا که از مسئولای رده بالای زندانه. بعد سربازا میگه داداشت کیه؟ اینم که خب زندانی همه مسئولا رو میشناسه دیگه، بالاخره اسم یکی رو میده که میگه داداشم فلانیه. بعد میگه که آره رفت آمد زیاد دارم من به اینجا، هر ماه میام و میرم، احتمالاً به خاطر همین قیافم برات آشناست. مثلا بچه خوبی به نظر میای، میخوای بگم برات مثلا مرخصی بنویسن، اینجا جات اذیت نیست، میخوای بگم جاتو مثلا چیز کن عوض کنن و اینا. و اینجوری حواس سربازا رو پرت میکنن و اینا خوشحال میشه که ایول مثلا یه آشنا پیدا کردم قراره که بهم کمک کنه و اینا، و اینم میپیچونن و در کمال تعجب قاطی مردم عادی از زندان میان بیرون. یک عملیات تقریبا 2 ساله اینجوری به پایان میرسه با موفقیت.
از قبل بیرون زندان دوستاشون در انتظارشون بودن و همون موقعی که میرسن بیرون راه هر سه از همدیگه جدا میشه. صدیق به خاطر اینکه جرمش سیاسی بوده یه مدت کوتاهی تو تهران قایم میشه، ولی خیلی زود از ایران، از مرز کردستان و اینها فرار میکنه و میره و الانم خارج از ایرانه و میگم دیگه خیلی از اطلاعاتی که ما تو این ویدیو داریم مال مصاحبه آخریه که با آیدین زواره‌ای انجام داده. و اردشیر هم برای مدتی توی تهران قایم میشه. اما علی اشرف چی کار میکنه؟ علی اشرف که به هر حال یکی از دومین باریه که، یعنی فکر میکنم اولین و تنها کسی که 2 بار از زندان تو ایران فرار کرده. این برخلاف انتظار تصمیم نمیگیره که بره برای همیشه یا مثلا بره یه جا قایم بشه و اینها. میگه مثل این که این تو این ماجرای دستگیریش و بازجویی هایی که شده و اینها، حالا یا فرضاً تحقیر شده از طرف بازجوها یا کتک خورده، میگن مثلا پاش شکسته بوده تو بازجویی ها، میگن نمیدونیم، یا از قاضی خیلی کینه به دل کرده بوده، از این فازا برداشته بوده که من میرم از همه اینا مثلا انتقام میگیرم. و میگه مثلا تو خود تهران میمونه، کمتر از 6 ماه بعد دوباره دست به دزدی میزنه، سرقت مسلحانه. یه موبایل و اینا پیدا میکنه، جور میکنه، شروع میکرده زنگ زدن به همه کسایی که مثلا اونجا اذیتش کردن، شماره‌هاشون رو پیدا میکنه، تهدیدشون میکرده، اذیتشون میکرده. و خیلی عجیبه مثلا این کارش برای من، چون انتظاری که مثلا آدم داره اینه که بعد از این همه زحمت تو فرار کردی، اولین کار باید در بری. خب موندی تلفن، مزاحم تلفنی میشی، زنگ میزنی مثلا فوت میکنی، چه کاری؟ زمانی که اینا فرار کردن تقریبا اوایل تابستون سال 84 بوده. گفتم که صدیق یه مدت توی تهران مخفی میشده این ور اون ور و بعدش هم از ایران میره، ولی علی اشرف 20 روز بوده از زندان فرار کرده بوده، دوباره میره دست به سرقت میزنه. خودشم کجا؟ اون همون میدون رسالتی که گفتم اونجا شناسایی میشه، یه مأموری میشناستش، میره همونجا یه موبایل فروشی رو میزنه. و اصلا ببینید یه فاز خیلی مثلا عجیب غریبی پیدا کرده بوده دیگه. حالا سرنوشتشون در نهایت چی میشه؟ اون آقای صدیق که گفتیم الانم خارجه، نمیدونیم کجا، ولی زنده است و خارج از ایرانه. خودش میگه که از سرنوشت اردشیر خبر نداره، نمیدونه مثلا گرفتنش دوباره اعدام شده یا اینکه چه بلایی سرش اومده، هیچی نمیدونه. اما علی اشرف چه اتفاقی براش میفته؟ علی اشرف که گفتم دوباره دست به سرقت میزده تو خود تهران، همون منطقه هایی که قبلا هم دزدی میکرده. 2 تا روایت برای دستگیریش هست. روایت اول، در واقع میشه گفت 3 تا روایت. روایت اول اینه که این بعد از اینکه آزاد شده بوده یه جا دوباره کارگری میکرده و یکی از هم سلولی هاش، هم بندی هاش تو زندان که یه پسر افغان بوده، با این تو زندان خیلی مشکل داشتن، مثل اینکه از علی اشرف کینه و اینا مثلا به دل گرفته بوده. بعد این میره اونو لو میده و میشناسه علی اشرف و بیرون زندان، اونجایی که داشته کارگری میکرده، اینو میبینه لو میده و میان اینو میگیرن. که خب یکم بعیده کسی که 20 روز بعد از آزاد شدنش رفته دزدی کرده واسه چی باید بره کارگری کنه؟ این همه دوست و رفیق داشته که کمکش کنن، یعنی یکیشون یه جا و پناه بهش نمیداده؟ من بعید میدونم اینجوری باشه. دومین روایت اینه که من فکر میکنم شاید این، یعنی این حدس خودمه دیگه، جایی ندیدم گفته باشن، من فکر میکنم تو روایت صدیق که گفته که تیم اولیه که قصد فرار داشتن تا 20 نفر میرسیدن و گفتم بهتون من حدس میزنم شاید نمیگم حتما، شاید اینا اونا رو قال گذاشتن و بین اون 20 نفر یه پسر افغانم از قضا بوده. شاید میگم که اون اینجوری سر این ماجرا کینه کرده و اومده بیرون و جای اینو پیدا کرده و رفته لش داده. شاید. از یه طرف دیگه هم یه روایت دیگه هم هستش که میگن که یکی از نزدیکای این آقای علی اشرف که خب خیلی از دوستا و رفیقاش محله هایی که مثلا قایم میشد و اینا خب چه کنترل میشده دیگه، یکی از این نزدیکاش بی احتیاطی میکنه و
پلیس که همون موقعی که تحت کنترل پلیس بوده میره پیش علی اشرف و اینجوری میشه که مخفیگاهش لو میره. سر فرصت مناسب پلیسا میریزن و میگیرنش. به هر حال هر جوری که بوده، حالا یا یکی لوش داده یا پلیسا خودشون پیداش کردن، به هر حال توی یه درگیری که پلیس باهاش داشته که حالا تیراندازی اینا شده، اینام به پلیس تیراندازی کردن و اینا، ولی به هر حال اینو میگیرن. زمان خیلی زیادی آزاد نمیمونه بیرون از زندان و این دوباره برمیگرده زندان، دادگاهی میشه، حکم میگیره، ولی حالا حکمش چی بوده ما خیلی دقیق نمیدونیم. چیزی که ازش هست اینه که سال 98 مثل اینکه اعتصاب قضا کرده بوده، گویا تو زلزله کرمانشاه این مادر و خواهرش رو از دست داده بوده و میخواسته که بره اونجا تو مراسمشون شرکت کنه، ولی بهش مرخصی نمیدن و سر همین ماجرا اعتصاب قضا میکنه و یه نامه‌ای مینویسه. یعنی تنها سندی که بعد از این اتفاق از علی اشرف داریم همین نامه هست. ولی چیزی که صدیق میگه که علی اشرف فوت کرده، یعنی مرده. حالا شاید توی این اواخر تو زندان مرده یا حالا به هر دلیلی، من برامم عجیبه، از اردشیر اصلا خبر نداره ولی آمار علی اشرف رو داره. یعنی عجیبم نیست، شاید این زندانیه، بالاخره اون شاید آزاده، هنوز فراریه، نمیدونیم. به هر حال هر چی که هست، این سرگذشت عجیب و پرماجرای آقای علی اشرف پروانه است، علی کرده. اگه اسمش رو سرچ کنید یه سری ویدیوهای مثلا عجیبی میبینید که دارن مثلا از اخلاقهای مردونگیش و اینها تعریف میکنن. عجیب از این جهت میگم که آدمیزاد فرض رو بیا بر این بگیریم که این روایت ها درسته، یعنی اون ویدیوهایی که دارن درباره مرام و معرفت این حرف میزنن دارن واقعیت ماجرا رو میگن، مثلا اون شکلی بوده. من میگم ببینید آدمیزاد چقدر میتونه بعدهای مختلف و بعضا متضادی تو خودش داشته باشه، همزمان درگیر سرقت مسلحانه‌ای بشه که میتونه جون بقیه رو به خطر بندازه، مال و اموال یک نفر رو میزنه و بالاخره طرف به خاک سیاه میشینه دیگه، اون بدبختم سر گنج ننشسته که. ولی از اون طرف مثلا میان به ازش روایت تعریف میکنن که آره مثلا چه میدونم میخواسته یکی اومده پیشش تتو بزنه، این گفته که اسمت چیه، گفته من سید فلانی هم، گفته تو مثلا سید آل پیغمبری، من نمیزنم، نکن این کارا رو، برو، مثلا نصیحتش کرده و این حرفا. نمیدونم، اگه فرض کنیم که درسته، حالا روایت مثلا زیاده ازش دیگه، اگه خودتون سرچ کنید میبینید. منتها چون میگم خیلی نمیشه استناد کرد بهشون، خیلی لطفی هم نداره. به هر حال این آدم حالا یا محصول جامعه بوده، نتیجه فقر بوده، نمیدونیم، هر چی که بود زندگی و سرنوشتش به این مسیر کشیده شد. حتی اگه فرض کنیم که زندگی و سرنوشت به این مسیر هلش داده، به این سمت بردتش، من میگم تک تک اون قدم ها رو آدمیزاد با اراده خودش برمیداره. یعنی این یه قضاوت بیرحمانه نیست، من درباره خودم هم همین قضاوت رو میکنم، درباره همین اشتباهاتم. درسته که جامعه یه سری شرایطی برای آدم به وجود میاره، درسته که خانواده یا هزار تا اتفاق دیگه یه سری شرایط رو برای آدم به وجود میاره، ولی در نهایت کسی که اون قدم ها رو برمیداره و اون تصمیمات رو میگیره خود ماییم. اون کسی که اسلحه دست میگیره میره سرقت مسلحانه فقط برای این که مثلا آیا واقعا برای این بوده که مثلا دیه رو بتونه پرداخت کنه، یا اینکه این پرداخت دیه یه جور عذر موجه میشه براش که حالا تو چون که باید دیگه بدی پس آزادی این پول رو از هر راهی به دست بیاری و یه جور مثلا انگار وجدان آدم توجیه کنه خودش رو این شکلی. نمیدونم. به هر حال همونطور که اول ویدیو گفتم، داستان سریال وحشی داستان زندگی علی اشرف پروانه معروف به علی کرده است. منتها سریال به نظر میرسه که یه مقدار خب توی جزئیات و اینها تغییر ایجاد کرده و ارزش دیدن داره. یعنی این روایت رو به عنوان اسپویل در نظر نگیرید، ما باید ببینیم که سریال چقدر به داستان اصلی وفاداره و چقدر
حالت اقتباسی داشته، تغییر ایجاد کرده مثلا توی قصه و روایت اصلی. من خیلی دلم میخواد ببینم که اون صحنه های فرار اینها و اینا رو چجوری میخوان مثلا نمایش بدن. باید هیجان انگیز باشه به نظرم. این بود اپیزود این هفته. حتما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید لطفاً، که خیلی 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 مهم و تأثیر گذاره. و اینکه خیلی ممنونم از نگاه های زیباتون. از یک نفرم میخوام تشکر کنم، از خانم فرانک. نمیدونم این ویدیو رو میبینی یا نه، ولی من ازت ممنونم به خاطر اینکه زمان خیلی زیادی تعداد سابسکرایبرای من روی 10 نفر مونده بود. تو نفر 11 هستی که منو فالو کردی، خیلی ممنونم. و این ویدیو رو تقدیم میکنم به نگاه زیبای تو. امیدوارم که دیده باشی ویدیو رو و دوست داشته باشی. لطفا نظرتو، اگه ویدیو رو دیدی، نظرتو برام بنویس. خیلی خیلی برام مهم و ارزشمنده. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید. خدافظ.